علیکم. و علیکم بابا. بابا به کجا میری؟ به اون سرماله بودم بابا جو. بابا جا. امروز امام خالام گفتم ما ببریم بابا. خاله تو گفتم؟ بله. مادر تو چی گفت؟ مادر من گفتم خوبه دیگه باشه برو من بیا به اجازه بگیریم. خود سکو آقا جو خوب؟ خوب. غم نداره پس برو به مادر خوب بگو آقا ما گفتم شما کارا خور هم آماده کنیم دیگه خود تیار کنیم پیکنیک گیرانوار داریم خوب؟ یا که دیروز بریم ما میمون آمدیم به باغ خوبه. خونه هم به هم ریختیه خوب بابا جو؟ بله. من میرم که خونه رو به هم چینی کنم تم برو به مادر خوب بگو خود خاله ما خود خور آماده کنیم که پیار میای برات شما خوب من میرم. ها سکو بگو آقا جان ترمز چای حتمی بگو بد داری خدا خونه باغ اونجا چای هست چای تیار کنیم خوبه. برو بچه ما من میرم بابا کردی ما را چریا از یادم رفت خدا کنی دیل با باخچه باشی هیچ وقت کلیوز فراموش نمیکردم آما که باید آما بیا گیل جمانو سلام علیکم مندن نباشیم با دارشتن جنگل خیلی کرده بیم بابا کنه با باخچه هیچکی خیلی غم نداره گیل جو همین میمونا شما که دیره بیامدم اینجا تخم پوشک کردم خیلی چیز کردم خربزار قاش کردم اندونال قاش کردم من نختم از این تالی تا اتاقار میشیدم پاک میکنم جمع جور میکنم یک فرغون پست تخمه خدا از تو راضی باشه یعنی گیل جو از اون روز که این باغچه ما به دست تو دادم خوب یعنی تو بابا که خدا برای تو پاداش بده واقعیت از تو راضی زنده باشه میفهم همین که میفهمی خونه رو همین میمونا شهری ها میایم لمش میکنم تو خوب پوچک میکنم پست ککس بندازونم بازم تو فکر تو کار میکنه که همون کار پاک کنی خدا تو عمر بده باور کنیم خب ایت بادار که یک جوری کبش که پیره شده اما چیز بس که آخر باز جوری دگر بدش نمی جوری نوی که شما آورده خیلی آتاش خل ریختم اصلا بی اندازه خب برای چرا به باغ نمیریم سکو گلب جو خدا تو خیر بده امروز امی خوشلوچام خانم خوارام اینا ما هم بیایم با باغ از این 2 روز به جون مانم که این میمونا شهری شما یک سر میایم با باغ یک روز نوبت با ما میرسه امروز اینا ما هم بیایم با باغ تو قرار کرده برو به خونگاه خو بفهمیدی کلیا باغ رم ببر که باز اینا نمازدگر میرن به خونه با کلیا باغ دیشته بشی که بیای با باغ بیا خوبه همال برو من بادار نه گلب جو من میرم که کمی برای گوش موشت چیز میزه بستانم تا من میایم تا همین خونه رو همه پاک کن گلب جو خدا تو رو عمر بده همون سالت سرخ صد تا باغ بدیدی همین یک سالت انگوری هم بری بی واکنی انگور ببری منانه خوب ها گلب جام باشه ادمی سرخ واکنم من هرچی می گلب جو واکن خوبه نانه من خوبی از این بگفتن نانه جو گاهی وقت سالت انگور بیاد دل می زیره به سر چایا میخوره چایا صبح اینا همه گناه تونه کلیا باغ به دست تو هست این باغ از تونه دیگه قرار نمیشه که من بری تو بگم انگور وردا ببر به خونه خود تو باغونی هم هر جایی که میفهمی انگور رسیدی واکو سالت پر کو ببر بری بی جو دیگه خاطر اورس مادر گیپک با ما گفته که گیل گیت نشه که باز یک دمی توصیه کنیم خبر قال اکل با ما بگی انگورا رو عمل واکنی ببری الان به زمستان ما چون کشمش تیار میکنیم انگورا رو کلان ورداری ببری با مادر خیا به خوارا خو بدی نبری به هر هفته که تا ماما جبار با تو انگور نمیدم تو ایت بیعقلی نکنی انگورا رو واکنی ببری که ما هم زندگی ما مو باغه مالک این باغ کینه این باغ از کینه شما کلی باغ کی به دست تو داد شما وقتی من کلی باغ به دست تو دادم این مالک این باغ منم من اجازه میدم وردار ببر تو به حرف خانم به هیچ عنوان نخواهیشته شما خواهد از اون میترسیم دیگه خود شما رو نمیزنه اگر به خونه بترسم به باغ کن نمیترسم باغ نمیترسم درسته خوبه برو انگور خوب واکن ما میرم بسردی خوبه ماما جبار گفت اگر انگورم به خوبا کن میگم یک 10-20 دقیقه دیگه هم میجگاه لتکو باشیم بفهمیدین باز انشالله به خیر خوشی میام شما رو وا میکنم انا میبارم قرار که دیگه باز بقی شیرینه اگر نه بعد باشه برم خونه رو تمیز کنم که اینا خودی فامیل خو میام با باغ امرو دیگه با شما رو میبارم که ننه نوش جان کنه
السلام علیکم. و علیکم السلام. بکیار هستی؟ شکر. işte با عجله ایت تیز تیز میری. میرم خاطر همه گوشی پیامه خاموش برم به پیاخو نه به پیاخو نه بمون با خون خوب بگم من میام جایب کنه بگی نه بریا چرا یوزه خاطر امرو میمون میایه میمون خلامه امام اینا داره میگه بودم نوجوانی نی تو گیپر چی؟ انمی باکس ما میوه و دونه خلاص شد یک روز تو به من نگفتی که رفیق مانی همسایی مانی بیا حداقل اینجا با باغ یک 4 تا میوه بخور یک سلط انگوری بخور ببر یک 10 دقیقه به تو زوبرزی کن میشه بخه باشوی امام اینا رفت اگه پیامه دیگه کسی نیارد با شما میگم هم هر دم ساعت که من آدم باغ شما تیر میشم شلوغی قیقداد انشهر و منشهر به توز قیقداد میکشم یک سرای بیزی میکنم به تا باغ و باغچه اینا باش میگه ماما رمزون هر روز که انگورامو شده ما یک سالت نو بر کردیم تاشون دوست رفیق پیرم میایم بابا دیرو 10-15 تا بیاموده خدا بیاموده ببومه هر روز که ببومه فکر کرد باغ به پیر مرسید میراشی و خیر انگورامو ندیدی حال بلکه یک دفعه ما خیر ببینیم از این باغ شما اگر شما تا حال خیر ندیدین صحیح حال گپینیه حال که امروز از فامیلامونه باز سبا پس سبا بابا شما میگو صحیح گیپک جو من رومه نمیشه به پیار تو بگم یک روزی ما هم بیار به این باغ یک سلط انگوری به ما هم بده با تو خودی ما سیدواتری به تعمیدی به چی دیمانی آده بخیر باشه تیار بشی برو خدا حافظ تو بخیر بشی بله دنگو شوریا خور اسمال لباخور گیلک خیلی چجوره یار هستی گیلک دم باغ نسته که برو اینجا خاطر فامیلا آمدم تو بگذار که ما گپ بزنم باز ما بگو با کی استادم دم باغ شما رو ما بخوردم کامی جمع پرسان نه زنه بچه آدار منم ماما جبار خوارای نایم زنکا باجی نایم بعد من میگم من مرا باغ بیری کردم گفتم برو به سراغ خود گیلک البته مجلس دارم اینجا گفت نه برو فقط بیام آنها خواست انگور بخورم انارم که کمی بشوده بیام که کخه خاطر مال ما تیر شدم دیدم با 8-10 تا بودم امیت دنبا بودم برات اما گفتم بعد اینجا گفت مجلس چیزیه خیر غمی نداره گفتم مدام من خبر میکردم پینک تو فقط میگی کسی خیراته من میگم نه خوارا بادار من هم زنکا باجی بادار من هم زن خود نزنه بچه 12-13 تا زن 14-15 تا زن میشه انا سلام کردم به موتر بالا کن اصلا همون طور میشناسه ازم درو خورمیت میکنی پاچریت شد آباره خدا حافظ گیلک پیش دادم پایان نداره یا کجا بشیشتم که معلوم نیم مقدر تازی باغ زنده روز بیا به تخت سفر باشیم اینه آنه بابا انگورار بچینم سلط انگور که باغ برنالشتم انال دیگه خبر قال اکل با مهزنه بچه از اینا میده گردن و بعد انگورار پاک بخورده باشم حوزلم او کردیم شته کنم اگر همون پس یک ذره ورگشتم کجای یک ذره پیاده بیامدم بابا گیلک قیافه خود سی کو به آواز خود جمع کو او سر تنگور آله بمونده من بابا غم نمیگذارم نه صبر کن تو گیلک ما یک تو صبر بکن برو خوب بگم چند مرمیش کی سعی کنم تو صبر کن تو چی رقم آدمی من ما یک کم برگ بچینم قول مقال نکن گیلک برو مار برتون دیم صبر کن
سر کله تو با گرشه تو چه باغ بادار میسازی کی سعی کردم باغ بادار تو به کجای دیوار از اینجا سمی که مثل مرغ بری گیلاک ما بیام کلام یاسمی بلگا بکنم خاطر گوسپند دارم دو تا بره بخو خریدم پیار خواه مادر نداری مقال نکو بعد آخی زنکای به تابا چی سر صدا میکنی تو سر صدا میکنی تو چرا بالا شدی به سر باغ دیوار عظیمی سر درخت بابا جان از کجا برم برگ بچینم پا اصلا قبرستان خبره به چی چرا درخت کمه با تو گوسپند کجا بده غیر مرغ مرده بره بخریدم گیلاک با مرغا خام میبرم برگ میدم قول مقال نه مرغ گوسپند میخوره گیلاک گول اشتباه کردم بالا می درخت بالا شدم مریله میکنی قول مقال نکو تو چرا اگه ماما جبار خدا رسیم تا آدم تلاخینیه با قرآن ببینه که تو بیام اینجا چه میکنی صبر کن اگه سرگی خودت من گپ تکی بیعقل بزنم و نادونه تو صبر کن من خودت گپ میزنم آخه قول مقال نگم نکو صدا کنم اینا کی صدا کنی ماما جباره چرا من چیکار کردم تو چرا میای اینجا زنه به چی نیست چی معلوم نمیشه مرتکی سرگی گپا مفت میزنی اون تو هم بالاشو پشت می درخت اگه بالا دستا یا دوست که به تو میزنه که گرنج تو مثل یاد گم میشه اگه تو به تهمیش که شیری چپا نکن اون در کلوخ به سر کلی تو بزنون که ببر پیش دکتر مگر به دردتون نفهمه از این کلوخو سخته پس نه آسونه یکی به جون تو بخوره تا 6 ماه مگر همیتو بخون مثل بودپکه بری بچر خب برو دیگه حالا ما تو سر به سر من دیگه تو نمیزنم تو هم سینک و بالا نشو که کلوخو سختیه شونا من نیست که ایلا گاله ما به تو کار ندارم اگر زبون تو پیش ما جبار به درد شد که گفتی نیرولا به سر درخت بالا شده باور بکو دفعه دیگه تو گیر کنم یک کلوخ که 500 تا به تا سر تو میزنم باغبون آدم بیشتر از این صلاحیت نداری فقط میگی تو خور صاحب باغ تیار کردی تو خوار مادر نداری حالا من کسایی که برسر که ما بالا شدم که بخو کام برگ بچینو بد کردم نیلیلا بد کردم خدا بد کردم نمیگم نیلیلا بد کردم برار جون نیلیلا بد کردم من تسلیم از زبون تو به در نشه نه اصلا شطور دیدی ندیدی خوبه سرگی تو سیکو خدا تو نرم ماما جبار نگم تو سر در باغ نال تک تک میکنم بلکن بیامده باشه ماما جبار تک تک میکنم میگم ماما جبار نیلیلا بالا درخت بالا شده زلم به چشم سی میکنه خدا تو به خیر خوشه بذاری یک تیلری کنه تیلری برای تیر شا بالا تا سر تو پچخشی مثل ربه مثل ربه که لانه بمیده تشکانا مزیه و نمیده همه تشی نیلیلا زلم چه مردم سی میکنه حالا میگم ماما جبار انگوره یاد ما بریم تو بیا منو که چش کنم منه بیبر بستم زنه به چینو میگم ماما جبار نیلیلا بیامد این دگاه هی بالا شده به سر درخت هی تا باغ شما را از این دگاه نگاه میکنه این کار خوبیه بیا ماما جباری بر واسه دم باغ زنکایم خیریت بود پاس آمدی بله ماما جبار خیلی خیر اومد بود ما اما انگورایی که شما گفتیم بکی یک سال انگوری بکندم من عیاد ما بدم انا حالا بیامدم سعی میکنه از این بغل ده از این پشت دیوال نیلیلا بالا درخت کج بالا شده درخت توت درخت کج بالا شده تا باغچه شما ریسه میکنه چی؟ نورولا تا باغچه مار نگاه میکرد دروغ میگم ما به گوسفندا خب با مرغا خب برگ میترسونم چرا بیا درختا شما برگ بترسونه چی گفتی تو بریو؟ بزدم و سلت کردم اصلا مایه به دکتر تو آدم بی وجدان پست بی غیرتی بیده به چشا خوبه دیدی تو؟ ما سر درخت لتکاو بدایتم ایتا میکرد ما بدیدم به چشا خوب بزدم که دو طرف رفاله پیش درختا توید بود بره بزدم سلت کردم بره حالا که برای من میمون آماده جنجال کردن به دم باغچه و تا باغچه خوب نیه که باز همی 4 تا زن خبرشن به تامی دیبا پخش شه امشو باز من خودی از این کار دارم گیلک که چه کار بکنم با قضی ولی طول خدا خیر بده که باز امور بدیدی همیت میزدی که لاشی و میفتاد نه شاید به دکتر برفته باشه حاله همیت زدی او چوبا پیره شد بنه خوب کاری کردی چشماتو به تا دلمه اما امشو خودی از این کار دارم خو خیر غم نداره بازم خیر بینی گیلک گاهی وقت میزنه به چی مقام خشم که میای به این باغ متوجه همی 4 تا آدم بیجانشین پست بی غیرت باشد
خب من تو آدمایی هستم گیلا که طرف میای به باغ خو طرف میبینی سعی میکنی چرونی یا به سر درخت بالا میشه یا در نگاه میکنم زن بچه مردمه. خدا خیر نده اینا رو لای. زنده باش. بازم خیر بینی گیلا جو. همه سالت انگور ما بیاری. ولی امشب برای از درس بودم خوب که پشتی از بیاده باشه. سالت انگور تو به باغ مونده. چینگه چه ده؟ جایی که پمپ میزنه به او بچه به هوس همه پیچ پمپه همه سبیچ پمپه به سبیچ پمپه. خوبه من میارم بس تکنیم.